سلام دوستان، خوش اومدین به کانال خودتون. امشب یه ویدیوی باحال از فیلم بهم بگو چی میخوای براتون آماده کردم. این فیلم در ژانر عاشقانه و هیجان انگیز محصول کشور اسپانیا در سال 2024 منتشر شد و طرفدار زیادی به خودش جذب کرد. البته ناگفته نمونه که این فیلم مشابه فیلم 365 روز و صحنه‌های بزرگسال زیادی داره. پس پیشنهاد میدم تنها ببینید. فقط قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک و بکوب و کانال رو هم سابسکرایب کن، زنگوله رو هم فعال کن تا از جدیدترین ویدیوی ما باخبر شی. داستان فیلم در مورد یه دختر به اسم جودیه. در حال حاضر توی یه شرکت بزرگ داروسازی کار میکنه و یه چیزی شبیه خدمتکاره. یه روز که طبق معمول واسه همکارش قهوه گرفته بود، با یه مرد جذاب و البته مغرور داخل آسانسور تنها موند. حالا دقیقاً همون لحظه آسانسور خراب شد و موقعیت بیشتر آشنا شدنشون مهیا شد. تقریباً چند دقیقه با هم صحبت کردن که آسانسور درست شد، ولی تو همین چند دقیقه مرد مخشو زد و شماره‌شو گرفت. دختره هنوز نمیدونست به کی شماره داده و با کی آشنا شده، تا اینکه رسیدن و یکی از کارمندا اومد پیش مرد و فوت پدرشو که رئیس این شرکت بزرگ تسلیت گفت. حالا اونجا بود که دختره فهمید به مردی که خدمتکار شرکتشه شماره داده و باش آشنا شده. واسه همین چند ساعتی رفت تو خودش و فکر میکرد مسخره شده. خلاصه اون روز گذشت و روز بعد اریک آدرس دختره رو از پروندهش برداشت و اومد در خونش رو بهش پیشنهاد شام داد. دختره اولش بازارداغی کرد و قبول نکرد، ولی در نهایت آماده شد و رفتن. بعد اینکه شام خوردن، مرد سعی کرد هر طور شده باش بره تو رابطه. واسه همین یه صحنه عجیب و سمی با استفاده از دو تا دختر ترتیب داد که اونو تحت تاثیر قرار بده، ولی برخلاف چیزی که انتظارشو داشت، دختره حسابی بهش برخورد و با ناراحتی رفت خونه. در واقع این کارش باعث شد مرد حساس‌تر شو واسه رسیدن بهش هر راهی رو طی کنه. صبح روز بعد دختره از خواب بیدار شد و دوباره مرده اومد در خونش، اما این بار یه پورشه هم واسه دختره خریده بود و دوباره رفتن بیرون. چند ساعتی با هم بودن و برگشتن خونه دختره. بالاخره لحظه‌ای که اریک انتظارشو داشت رسید و آماده رابطه شدن. مرده گفت یه سورپرایز دیگه دارم و باید از اولش چشاتو ببندی. خب دختره هم بهش اعتماد کرد و چشاشو بست. حالا بعد تموم شدن کارشون، مرده فیلمی که ازش گرفته بود و بهش نشون داد. دختر بیچاره با دیدن این صحنه خشکش زد و دوباره از اونجا رفت. حالا اینکه چه اتفاقی بینشون افتاد و خودتون ببینید بهتره. امیدوارم خوشتون اومده باشه و با لایک و سابسکرایب ما رو حمایت کنید. زنگوله رو هم فعال کنید تا از جدیدترین ویدیوی ما باخبر شید. اگرم نظری دارید یا به ژانر خاصی علاقه دارید، خوشحال میشم کامنت کنید.